دوستای ویدیو رو سایل کنین. میترسد. همیشه همینطور با کمی ترس وارد میشود و مادرش هم مجبور است پایش را از روی لبه چاه جدا کند. کمتر از 7 سال دارد و باید به داخل چاه برود. آب قنات همیشه سرد است و او باید برای مدتی همینطور پایین بماند تا همه سطل‌ها و دبه‌هایی که مادرش می‌فرستد را از آب پر کند. دبه‌ها معمولاً وقتی از آب پر می‌شوند بسیار سنگین هستند، مثل همین دبه که کودک به سختی آن را بلند می‌کند تا به دست مادرش برسد. وقتی در کشوری که حق زن از او گرفته میشه، زن حق کار نمی داشته باشه، حق تحصیل نمی داشته باشه و زندگی راحت نمی داشته باشه، همیشه در فقر و بیچارگی زندگی میکنه، مادر هم به این گونه بیرحم می باشه. یعنی امو آب خودش میتونه تا شوه خودش آب بگیره، اما طفل خردسالش پایین میکنه دیگه. میبینین که چقدر ظلم روان است. واقعا دردآور است.